وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نوروزی ما جهانی گشت. دهه زیبا منظر شغلان امروز با فضای عیدانه، سرور و نشاط و مهمان نوازی خاص مردمی خود شما را استقبال میگیرند. ما افتخار داریم که در این جشن فرخنده شما در پهلوی ما قرار دارید. بگذار نوروز امساله به هر یک خاندان کشورمان صلح و ثبات، فراوانی، بخت و سعادت و روزگاری آباد آورد. نوروز مبارک. خوش آمدید به دهه زیبا منظر شهرمان. بزم گل در چمنی نوروز است، دور گل فکرنی نوروز است، تا به گردون سخنی نوروز است، تاجیکستان وطنی نوروز است. بار دیگر خوش آمدید.